بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. سوگند به کوه طور و سوگند به کتاب نوشته شده در صحیفه‌ای گشوده و سوگند به بیت المعمور که فرشتگان در آن به عبادت پروردگار مشغولند و سوگند به آسمان بلند همان سقف برافراشته بر زمین و سوگند به دریای آکنده از آب. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. که بی تردید عذاب پروردگارت به وقوع خواهد پیوست و هیچ بازدارنده ای ندارد. یوم تمور السماء مورا. روزی که آسمان به سختی در جنبش و اضطراب افتد و تسیر الجبال سیرا. و کوهها با حرکتی شدید روان شوند. فویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای به حال تکذیب کنندگان. الذین هم فی خوض یلعبون. همان کسانی که در بیهودگویی سرگرم بازی اند. یوم یدعون الی نار جهنم دعا. روزی که با خشونت به سوی آتش دوزخ رانده می شوند. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. به آنان گفته می شود این همان آتشی است که آن را دروغ می پنداشتید. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. آیا این آتش و عذاب جادوست یا هنوز هم آن را نمی بینید؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. به آتش درآیید و بسوزید که شکیبایی و ناشکیبایی شما در برابر شعله‌های سوزانش برایتان یکسان است. تنها در برابر آنچه کرده اید مجازات می شوید. ان المتقین فی جنات و نعیم. به راستی که پرهیزکاران در باغهای بهشت در ناز و نعمتند. فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. و از بخشش‌های بی‌دریغ پروردگارشان و از اینکه از عذاب دوزخ نگاهشان داشته است شادمانند. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. به آنان گفته می شود به پاداش کردارتان در دنیا اینک گوارا بخورید و بیاشامید. متکئین علی سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین. در حالی که بر تخت‌هایی ردیف شده تکیه زده اند و حوریان غزال چشم را به همسری آنان در می‌آوریم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما کسب رهین. مؤمنانی که فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند فرزندانشان را نیز در بهشت به آنان ملحق خواهیم کرد و از پاداش عملشان ذره ای نمی کاهیم، چرا که سرنوشت هر کس در گرو دستاورد خود اوست. و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون. در بهشت از هر نوع میوه و گوشتی که بخواهند پی در پی در دسترسشان قرار می دهیم. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. در آنجا جامهای شرابی از دست یکدیگر میگیرند که نه موجب بیهودگویی است و نه گناه.
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. و نوجوانانی که برای خدمت پیرامونشان در رفت و آمدند، گویی از زیبایی و سپیدرویی همچون مرواریدی در صدف هستند. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون. بهشتیان به یکدیگر روی میآورند و از دنیا و احوال گذشته خود سؤال میکنند. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. میگویند ما در دنیا در خانواده خود از عذاب الهی میترسیدیم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله با نعمت اسلام بر ما منت نهاد و از عذاب سوزان دوزخ حفظمان کرد. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم. ما در زندگی دنیا همواره او را پرستش می کردیم و به ربوبیت می خواندیم. بی تردید او نیکوکار مهربان است. فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون. پس ای پیامبر با آیات قرآن به مردم اندرز بده که به لطف پروردگارت تو برخلاف ادعای کافران نه کاهنی و نه مجنون. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. آیا میگویند محمد شاعری است که منتظریم تا مرگش فرا رسد و از سخنانش رهایی یابیم؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصین. بگو منتظر مرگ من باشید، من نیز منتظر خواهم ماند تا عذابتان را به چشم ببینم. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. آیا عقلهایشان به بیان این سخنان باطل حکم می کند یا اساساً مردمی سرکش هستند؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. آیا میگویند محمد قرآن را جعل کرده است؟ هرگز چنین نیست، بلکه غرق در تکبرند که ایمان نمی آورند. فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین. اگر راست میگویند سخنی مانند آن بیاورند. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا آنان از هیچ آفریده شده اند یا خود آفریننده خویشند؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا آنان آسمان ها و زمین را آفریده اند؟ نه، بلکه آنان یقین ندارند که الله آفریننده مطلق است. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا گنجینه های نعمت و هدایت پروردگارت نزد ایشان است؟ آیا بر همه چیز تسلط دارند؟ ام لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. آیا نردبانی دارند که به وسیله آن گفتار فرشتگان وحی را میشنوند؟ پس هر که شنیده است باید دلیلی روشن بیاورد. ام له البنات ولکم البنون. آیا الله فرزندان دختر دارد و شما پسر؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ای پیامبر آیا از آنان پاداشی درخواست می‌کنی که از پرداختش در رنجند و هزینه‌اش برایشان گران و سنگین است؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا از عالم غیب آگاهند و خبرهای نهان را می‌نویسند؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. آیا قصد نیرنگ و نقشه پلیدی برایت دارند؟ ولی کافران خود گرفتار نیرنگ و تدبیر الهی هستند. ام لهم اله غیر الله
سبحان الله عما یشركون. آیا آنان معبودی غیر از الله دارند؟ الله از آن چه با او شریک قرار میدهند پاک و منزه است. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. این کافران حتی اگر پاره ای از آسمان را نیز در حال سقوط ببینند باز هم ایمان نمی آورند و میگویند ابری متراکم است. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. پس آنان را به حال خود رها کن تا با روز موعودشان که با نخستین دمیدن سور مدهوش مرگ می‌گردند مواجه شوند. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. روزی که نیرنگشان سودمند نخواهد بود و از هیچ سو یاری نمی‌شوند. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ستمکاران در دنیا نیز به دست مؤمنان به عذاب دیگری گرفتار خواهند شد ولی بیشترشان نمی‌دانند. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ای پیامبر در برابر حکم پروردگارت شکیبا باش زیرا تو تحت نظر و حفاظت مایی و هنگامی که از خواب یا به قصد عبادت برمیخیزی پروردگارت را به پاکی ستایش کن. و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم. و نیز در پاسی از شب او را ستایش کن و نماز بگزار و به هنگام افول ستارگان در سپیددم نیز نماز صبح بگزار.